امروز واسه اولین بار یه هالووین پارتی خفن دعوت شدم و میخوام این گیرمو انجام بدم. سلام، شاید باورتون نشه ولی من تا حالا هالووین جایی نرفتم و یه تجربه جدیده. وسایل گریم نداشتم و از لوازم آرایشیام استفاده کردم. دیدم حتی کرم پودرم ندارم. پس از ضد آفتاب رنگی و کانسیلرم برای کاور دادن به پوستم استفاده کردم و بدک نشد. این هالووین پارتی که دعوت شدم بچه‌ها چند تا خواننده و بازیگر خفن توش هستن که حالا میذارم آخر ویدیو ببینید. خیلی استرس دارم که ببینم چه جوری میشم و امیدوارم که خوب بشم. واقعا چقدر بلند کردنش سخته. میکاپ زیاد اصلا بهم نمیاد. البته قرار وحشتناک شیم. احساس میکنم دارم گوگولی میشم. من هایلایتر ندارم، به جاش از این رنگ براق پالت سایه میزنم. رژ لب صورتی دارم ولی طرفا میخوام یادتون بدم وقتی که میخواین خط چش رنگی با پالت سایه‌تون بکشید قلموتون رو حالا سلواتری میکنین. اینم از نتیجه کار که به نظر خودم خیلی باحال شد. بریم عکس امشب ببینیم. واقعا فکر کردید من جایی دعوت شدم؟ آف کورس که امسالم تو تختم، ولی امیدوارم که به شما خوش گذشته باشه. خدافظ.